فکر میکنید با پوره انبه و خامه و بیسکویت چی درست کردم؟ پنج خامه هم توشه. ببین اصلا نگم از طعمش براتون بچه ها. تیرامیسوی انبه بچه، به جرئت میگم یکی از خوشمزه ترین دسراست. اکثر چیزاش هم در دسترسه ها، فقط انبه که الان فصلشه بخرید، اینطوری مثل من پورش کنید با هر چیزی که دارید، مخلوط کن، غذا ساز، هر چیزی. بعد اینجا هم خام صورتی های صبحونه میتونید استفاده کنید، هم خام قنادی. خام قنادی دیگه خوبیش به اینه که شیرینه و وانیل هم داره دیگه، خوشمزه تر. فقط اینکه خب باید فرمش برید که حجیم بشه. یخ زده هست دیگه، باید از فریزر درش بیارید و اینجوری چند ساعتی بمون. چند ساعت که نه، تو این گرما فکر کنم نیم ساعت هم کافیه. بعد قشنگ فرمش برید با همزن برقی و پنیر ماسکارپونه که فقط یه بافت پنیری خوب بهش میده، هیچ مزه‌ای نداره، یعنی شور نیست، به هیچ عنوان نمک نداره. بهش بزنید، اونم در حد صاف شدن باز با همزن بازش کنید. بیسکویت لیدی فینگر من خودم درست کردم، شما میتونید آماده‌شو بخرید، خارجیش خیلی خوشمزه تره. اینجوری بچینید کف ظرفتون. شیر میتونید کم کم دونه دونه بزنید داخل شیر بذارید تو ظرف، یا اینکه مثلا من یکم شیر بریزید روش. یه کوچولو از پوره انبه رو هم من ریختم داخل اون مخلوط پنیریمون، خام پنیریه، خوب به هم زدم و اضافه کردم روی اولین لایه بیسکویت های لیدی فینگرم. این پروسه یه مقداری باید حوصله داشته باشید دیگه، چون باید قشنگ صافش کنید، یک دست باشه. بعد دور ظرفتون رو تمیز کنید که خوشگل‌تر در بیاد. باز دوباره یه لایه دیگه بیسکویت و باز دوباره یه کوچولو شیر ریختم که نرم‌تر بشه و لایه روی خامه رو هم اضافه کردم، خوب صافش کردم و اون پوره انبه بود درست کردم و اونم ریختم روش. حالا حتی به نظر من روی اون لایه اولی خامه هم میتونید بزنید اینو، ولی خب من ترسیدم پورم کم بیاد برای روش دیگه نزدم حقیقتش. ولی اگه بیشتر داشتید، 2 تا دونه انبه داشتید، حتی وسطش هم میتونید بزنید. قشنگ اینجوری صاف و صوفش کنید، خیلی تمیز و مرتب بذارید بره داخل یخچال برای یه شب تا صبح بمونه ها. و ببینید بچه‌ها، خوشمزه ترین دسر عمرتون میشه. من نگم از طعمش براتون بچه ها. باور کن تا نخورید نمیدونید تصور کنید چقدر خوشمزه است.